سلام به همه شما، من حامدم و اینجا چنل وحشت ها بود. توی این ویدیو هم میریم سراغ یک سری اتفاقات ترسناک دیگه که به احتمال زیاد ضربان قلبتون رو بالا میبره. لطفا یادتون نره که ویدیو رو لایک کنید و اگه میخواین ویدیوهای ترسناک و مرموز اینطوری رو باز هم ببینید چنل وحشت ها رو سابسکرایب کنید و زنگوله رو هم بزنید تا اولین نفر از ویدیوهای بعدی ما با خبر بشید. خوب میریم سراغ مورد اول، کارگر بدشانس. یه روز یه نجار برای درست کردن قسمتایی از یه خونه خالی استخدام میشه تا اونو برای فروش آماده کنه. اما وقتی این فرد کارش رو شروع میکنه، شروع به شنیدن صداهای عجیب میکنه و در ابتدا فکر میکنه که یه سنجابی چیزی توی خونه است. برای همینم دوربینش رو برمیداره و توی خونه شروع به گشتن میکنه. And I think there's a squatter in this house. I think it's in here. Hello? 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 Anybody here? Hello? او جاهای مختلف خونه رو میگرده اما چیزی پیدا نمیکنه تا اینکه دوباره به این در میرسه. Hello? Who is it? وقتی که او گوشیشو انداخت و در رفت، به نظر میاد که یک چیزی این گوشی رو تکون داده. اما ظاهرا این گوشی زیاد اونجا نمیمونه، چون صاحبش جرأتش رو جمع میکنه و میاد گوشیشو بر میداره و میره. بعد از اون هم این مرد گفت که دیگه اونجا کار نمیکنه، چون به نظر اون یه چیز اهریمنی اونجاست. خانه ارزان. یه بار یه کاربر توییتر به نام دان پرامو یک خونه مبلمان شده رو به قیمت بسیار ارزونی پیدا میکنه و با اینکه از این قضیه بسیار متعجب میشه، سریع خونه رو میگیره. در ابتدا این خونه همه چیزش عادی به نظر میومد تا اینکه گربه دان اکتیویا که معمولاً گربه آرومی بود شروع به پرخاش میکنه. خود دام هم میگه که بعد از مدتی بودن در این خونه احساس میکرد که موقع خواب صداهایی میشنیده و بعد هم یه نفر بهش دست میزده و از خواب بیدارش میکرده. این اتفاقات انقدر توی اون خونه زیاد اتفاق میفته که او تصمیم میگیره بره و از همسایه در مورد خونه‌ای که توشه بپرسه. همسایه به او میگه که این خونه قبلا برای یک مرد مسن دارای مشکلات روانی بوده که توی اون خونه اونم روی همون تختی که دان روی اون میخوابیده از دنیا رفته. تازه جسد او هم چندین هفته روی تخت بوده تا اینکه توسط صاحب خونه پیدا شده. دان از شنیدن این قضیه خیلی وحشت میکنه و این قضیه رو در توییترش به اشتراک میذاره.
وقتی هم که خیلی از فالوورای توییتر او ازش خواستن که از این خونه فیلم بگیره، او تصمیم گرفت که خونش رو توی یک لایو نشون بده و اینجا بود که همه شوکه شدن. در ابتدا همه چیز عادی بود، اما بعد از 3 دقیقه همه چیز تغییر کرد. Y más cosas. Y lo otro que encontré nuevo fue como un hueco que hay en la parte de afuera. Por la parte de la terraza hay una especie de hueco que no sé a dónde va y se los voy a mostrar. آیا دیدینش؟ انگار یه موجود بسیار سیاه و عجیب و غریب روی تخت او دراز کشیده بود. قشنگ معلوم نیست که این موجود چیه، اما خب خیلی ترسناکه. وقتی هم که دان پرامو برمیگرده و اونجا رو نشون میده، هیچ چیزی اونجا نبود که همه چیز رو ترسناکتر میکنه. خواستن دردسر. یه گروه جستجوگر ارواح به نام پارانورمال لایز تصمیم گرفتن یه خونه متروکه رو در آیووای آمریکا بررسی کنن. گفته میشه این خونه پیشینه سیاهی داره که به اوایل سالهای 1900 برمیگرده و افرادی در اون کشته شدن. وقتی این افراد وارد خونه میشن، تجربه های عجیب زیادی رو پیدا میکنن. اما وقتی یکی از اونا تصمیم میگیره که با ارواح این خونه حرف بزنه، این ارواح حضور خودشون رو کاملا اعلام میکنن. The door in there shut? The door just slammed shut. Alright, I know you did not. You did not see this. You probably heard it. The door in the attic just slammed shut. I got it all on video. I can't move. And I really got a fart. And it just went back in and that hurt. That... Hold this flashlight, I got it. او حسابی از این ماجرایی که دیدید ترسیده بود و ظاهراً یه مشکلی هم براش پیش اومده بود که امیدواریم مشکلش رو حل کنه. ارواح کارمل مین. فردی به نام کنت بریز که این ویدیو رو ضبط کرده ادعا میکنه که توی این خونه صدها موجود ماورایی رو دیده و الان از اونها نمیترسه. وقتی که او به خونه جدیدش در منطقه‌ای به نام کارمل مین میره، متوجه اتفاقات عجیبی در اونجا میشه و تصمیم میگیره از اونها فیلم بگیره. او میفهمه که خونش قبلا جایی برای مراسم قبل از خاکسپاری بوده و یه عالمه مرده اونجا میومده و میرفته و به گفته خود او این خونه توسط یه عالمه روح تسخیر شده. Wow. Okay, there he is in the window again. Went under the bed. Black teddy bear. Alright, I'm out of here. احتمالاً شما هم موندین که چرا کنت نسبت به این اتفاق وحشتناک انقدر خونسرد واکنش نشون داد. همونطور که در ابتدا گفتیم، این مرد گفته که یه عالمه از این موجودات رو توی خونه دیده و الان کمتر او رو میترسونن. بعد از دنبال این موجود گشتن هم این دفعه یه اتفاق دیگه میفته و باعث میشه کنت این بار بترسه. You gotta say something or do something. Oh my God! No! Oh. به نظرتون این موجود که از پنجره پرید پایین و یا این جسم سیاه چی بودن؟ موجودات اهریمنی و یا نه یک ویدئوی ساختگی؟ قضاوت با شماست. روح در وسط جاده.
جاده چیپولی در غرب جزیره جاوا در اندونزی به گفته خیلی ها یک جاده غیر عادی هست و خیلی ها چیزای عجیبی رو اونجا دیدن. تازه خیلی وقتا هم گزارش میشه که این پدیده های ماورایی باعث یه عالمه تصادف شدن. توی این ویدیو هم که در نیمه شب ضبط شده، یکی از این پدیده های عجیب با دوربین ضبط میشه. این ویدیو که در نیمه شب ضبط شده یک جاده معمولی رو نشون میده که ناگهان یک چیزی که شبیه به یک زنه وسط جاده ظاهر میشه. بعد از اون هم خیلی از مردم اندونزی در شبکه‌های مجازی به این اعتقاد پیدا کردن که این موجود یک روح بوده. خب نظر شما راجع به این موارد چیه و به نظرتون کدومشون واقعی بودن و کدومشون ساختگی؟ مثل همیشه هم بگم که ما این ویدیوها رو فقط برای سرگرمی شما جمع آوری میکنیم و اینکه اونها واقعیت دارن و یا نه قضاوتش با شماست. پس لطفاً جوابتون و یا هر نظر دیگه ای رو که دارید برامون توی قسمت کامنت بنویسید. لطفاً کوبیدن لایک به ویدیو و سابسکرایب چنل رو هم یادتون نره. ممنونم از وقتتون. روز و روزگارتون خوش.